یعنی چنل ARX خوش اومدیم برای پارت دوم که چه عرض کنم همون پارت اول میشه. ما اومدیم براتون یه ویدیو ضبط کردیم، قرار شد برای خرج کردن داخل هافر 2 پارت باشه، ولی خب متاسفانه کلا ویدیو خراب شد. یه تیکه از ویدیو رو براتون میذارم. ولی خب کلا صدا اینا همش ریخت به هم دیگه، مجبور شدیم یه ویدیو دیگه بگیریم که میشه پارت دوم. الان میخوایم بریم این 890 تا رو داخل آفر چیزی که لازم داریم رو خرج کنیم. کلا ویدیو خراب شد، حیفش. اومدیم ادامهش رو بگیریم. 40 تا باکس اول میگیریم. چیزی که ضروریه مثلا الان 40 تا باکس مال گان لولی خوبه. الان این جت پک بد نیست، اگه بیاد میگیریم. مال کتاب که 100% میگیریم. نه دیگه چیز خاصی نیست. این کوباترام معلوم نیست بگیرم، حالا ببینیم چی میشه. آفر اینا خوبه. 15 تا این کوباتر، این چشمه خوبه خداییش. تو بزنیم ببینیم چی ها. این 240 تا رو ببینیم. اول این 40 تا بزنیم 70. خب این 70 تا رو الان بخون 70%. همین 100 رو میدیم برای بورس. این خورد 90 اینجا 3 تا آفر که کلا اصلا نیستمش. ببینیم 6 کلمش که مردم گفتم که من دنس ها رو نمیذارم. دنس حال نمیکنم. بله سته بود. این سته رو بگیریم. بله 26% بود. این کشور رو میگیریم. بله 78% بود. 78% یه رفرش دیگه. بله این چیز اینجا میذاریمش. خیلی واقعا در آفر بد میخوره. مال باکس که میگیریم 85. آره الان یه چیز خوبی شد. یه رفرش. این ستر هم هستم ولی خب پیرنش خوبه، ماسکش خدایش خوبه. بزنیم یه رفرش دیگه. اینو نیستم، اینو هم نیستم. واجی این خوبه. 10 بزنیم میده یکیشو. نمیدونم شاید هم نده. بزنیم برای کتاب به یکم خوبه. کسی کتاب چرا نمیدونم. آخری بزنیم اگر انداخت که انداخت، نه انداخت همینو. میخوای تا 100 تا بزنیم. اگر بخوایم 10 تا بگیریم 10 تا تو 400 تا 90% بخوره میشه 40. پس میشه یه بعد ریسکی بود. 80 خورد آجی. با 40 تا چیزی میشه؟ باید میدونم. نه بسام که نمیشه. خلافه چیز خاصی نیست که بشه بگیریم. کلا ما اینا رو گرفتیم داخل آفرین. 7-8 تا رو که داشتیم. این کاتان چیرس و پرس و شلوار رو اینا رو که داشتیم. با این و اینا رو هم که الان گرفتیم. بریم برای گردونا رو باز کنیم. کلا چیز خاصی دیگه نیست که مد نظر باشه بکنیم. یه نگاه دیگه بندازیم تا اینجا که اومدیم.
پارسه با چند تا 200 اینجا جیمو رو علکی خرج کنیم به درد نمیخوره. چیزی باشه که 100 باکس. این باکس رو برای که من میدونم اینه چیز خوبی باشه اینه یه شرکیه بگیرم چون درصد زیادش داریم امکان داشت ادعا نمیشه. نه چیزای خوبش رو گرفت. حالا این باکس ها رو حالا از چشم شروع کنیم و چشم این هم از متفک مونیم این با این باکس ها رو باکس ها رو داریم این برعکس مثلا این باکس های مال کتاب همه رو دونه دونه باز کنید دوتا خیلی خوبه از نداره بیشتر باکس های کتاب بهتره ما هم 4 باز اینم دوتایی باز کنیم دیگه دیگه و دستاشی شیلد و باکس اینو یه 8 یه نقطایی یه 4 یه 8 دیگه یه 3 اینم ست آفر است خودش خیلی پیرنشه هستن کلاش بد نیست ولی چند کلا رو نمیدون کفش خوشگلی داره شلوارش هم اینو بذاریم یعنی بریم لبلی به نظر تو کدوم ببریم بکنیم میتونیم ببریم 52 که میتونیم ببریم 4 به نظرم امده رو ببریم بالا مشت ولی مشت ایکی رو ببریم بالا به نظرم ایکی رو ببریم 5 یا نمیدونم واقعا تصمیم سختیه تامسون رو هم بخوایم نگه داریم برای که تامسون رو بدیم بالا چون قراره شنبه به احتمال زیاد آفر بیاد باز یا نگه داریم برای شنبه ببینیم چی میشه اگر آفر بیاد که تامسون رو مکس کنیم فعلا نگرش میداریم مشکلی که نداره فعلا نگه میداریم چون اگر شنبه آفر بیاد 100% تامسون مکس بیاد 204 بیشتر نمید نگرش میداریم بهتر Don't believe Shiro. تیم فرستن امروز پارت دومش بود که دیگه یه جوری پارت دوم میشه Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy.